چرخنده شگفت‌انگیز گوگل. این چرخنده ساده به تمام انرژی جهان نیاز دارد. 100 چرخنده در این سیستم طراحی شده است. با 10 بار چرخیدن هر چرخ بعدی فقط 1 بار می چرخد. پس برای اینکه 100مین چرخنده بچرخد، اولین چرخنده باید چند بار بچرخد. در کمال ناباوری 10 به توان 100 بار 1 گوگل بار، یعنی عدد 1 با 100 تا 0 در جلوی آن. بهتر است بگوییم شما به میزان انرژی بیشتر از کل جهان شناخته شده برای انجام این کار نیاز دارید.